چطورید؟ خوبی؟ زندگی روانی؟ چیکارا میکنی؟ من اومدم توی اتاق استراحت شرکت، چای ریختم، تایم نهاره و گفتم براتون یه قسمت از خاطرات مرحوم بگم. این قسمت نهم از خاطرات مرحوم بلاگای توی یوتیوبم و تا قسمت قبلی گفتم که یادم رفت اینو بگم، از هر چه بگذاریم سخنش خوشتر است. خب بچه‌ها، نظرتون تا اینجای کار؟ من همون سال اول ازدواجمون رو گفتم، عقدمون رو، اون دعوای شدیدی که داشتیم و اینکه من یادمه توی سال اول و دوم، یعنی همون سال 93 عقد کردیم، دی ماه 93 عقد کردیم، عیدش که از همون مثلا دی ماه تا بهمنی که بهمن نامزدی گرفتیم، بعد اسفند مثلا من همچنان در رفت آمد بین تهران و کاشان بودم، کلی دعوای مسخره و اینا پیش اومد. یادم حتی عید برنامه لباس عید اصلا نخرید، عیدی نخریده بودم. بعد عیدی مثلا مامان من 2 تا علنگو به من داد دیگه، اینا دیدن زایی شده. مثلا وقتی که از روستاشون برگشتن رفت مامانش یه علنگو برای من خرید و عیدی داد به من، و یه علنگو هم برای خواهرش خریده بود، عیدی داد به اون. خلاصه ماجرا دیگه همین. من یادم اون سال عید اصلا برای من لباس عید نخرید، همش میگفت خب اینا رو که داری، اون کفش رو که داری. مامانش هم گفت تو که کفش داری نمیخوای، این لباسو داری نمیخوای، اون لباس. آخرش بابام پول ریخت، از این زنگ زدم به بابام پول ریخت، رفتم بازار تهران چند تا مانتو و لباس و دامن و اینجور چیزا خریدم که بودم امسال تازه عروسم بپوشم. خلاصه که میرفتیم مثلا خونه هر کسی توی فامیل ما عیدی خیلی خوب بهمون میدادن، مثلا لباس، پارچه لباس مجلسی نامزدی خواهرش رو من همون سال عیدی گرفتم که خیلی پارچه سنگینی بود. کلا مثلا عیدیای خوب میگرفتیم از فک و فامیل. مامان بزرگم بهمون 2 تا تیکه فرش دستباف عیدی داد. بعد اونا دیدن کم آوردن، 2 تا مثلا تیکه فرش کوچولو که قدیم بهش میگفتن پشتی، ولی الان مثلا یه ذره بزرگتر از پادریه، دستباف توی کاشان خیلی مرسومه که به هم دیگه کادو بدن و یا ببافن. مامان بزرگ اونم 2 تا از اونا بهمون داد، ولی خب من فکر می‌کنم مامانش از مامان بزرگش خریده بود و واسه همین دادنش به ما که توی خونمونم انداختیم. خلاصه ماجرا اون عید گذشت و بعدش هم که خواهرش ازدواج کرد و من حتی یادم خیلی جالب بود اون سال مثلا من یه 100,000 تومان از این چیزا پول توی حسابم مونده بود که می‌خواستم برام باش کفش بخرم. برگشت گفت من کفش ندارم، رفتیم با اون 100,000 تومانه برامون کفش خریدیم. خدا. و کلا وقتی که ما ازدواج کردیم من تمام لباسای اینو ریختم دور و از اول ما رفتیم لباس خریدیم، یعنی هیچی نداشتیم بپوشه، حیثیت ما رو میبرد هر جا میرفتیم. خلاصه ماجرا از اینا گذاشتیم. بازم مثلا هی مام بابا من همون اوایل یادم خیلی به این فکر میکردم که اینا اصلا به ما نمیخورن، اینا خیلی وضع مالیشون داغونه، خیلی مثلا اخلاقای پسر عجیب غریبه، یهو خیلی محبت میکنه، یهو سر یه مسخره خیلی پشت مامان باباشو میگیره. من یادم اون اوایل مامانش یه بار مریض شده بود، من گفتم آخه بابا چقدر مثلا داره اذیت میشه به خاطر اینکه مامانت همیشه مریضه. بعد گفت چه اذیتی میشه؟ منظورش این بود که مثلا من گفتم که مامانش مثلا یه باریه رو دوش باباش، در صورتی منظور من این بود که از نظر احساسی داره اذیت میشه که مثلا حالا اون کسی که دوستش داره مریضه. منظورم این نبود که زحمتی براش شده، ولی اون اینجوری فکر میکرد، اون فکر میکرد من دارم میگم مامانش زحمت شده برای بابا. گفتم دارم میگم از نظر احساسی داره اذیت میشه که مثلا خانمش مریضه و مثلا همش نگرانشه و اینا. خلاصه ماجرا گذشت. ترم بعدشم که مهمان شدم دانشگاه کاشان که همش رو با هم قهر بودیم، اون ترم مهمانی رو من برشتم تهران، 1-2 ماه بعدش ما آشتی کردیم. بعد اون قضیه شد که بچه‌مو از دست دادم، رفتیم دنبال خونه بگرد دیگه. کم کم مامان بابای منم شروع کردن جهیزیه خریدن.
بعد تو هر تیکه جهیزیه این آقا میومد دنبال ما، یعنی ما حتی یه تیکه کوچیک رو بدون این نخریدیم، تمام جهیزیه رو با هم خریدیم و حتی مثلا از حساب خودش میخرید بعدن میرفت از بابای من پولشو میگرفت. مثلا من به بابام میگفتم میریخت به حسابه، مثلا میگفتم این شده 500 تومن اون شده 100 تومن. بعد من واقعا هرچی فکر میکنم خیلی زیاده رنگ کردیم تو خرید جهیزیه. مثلا قاشق چنگاله من آب طلا بودن که الان با خودم آوردمشون اینجا، دارم ازشون استفاده میکنم و مثلا گارانتی مادام العمر داشتن، سولینگر بودن دیگه. مثلا تمام وسایل خونه ها بوش بودن، از یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی. بعد ببین وقتی ما داشتیم ماشین ظرفشویی میخریدیم مامانش میگفت من هرچی فکر میکنم وقتی که ماشین میچرخه ظرفا نمیشکنه. در این حتی نمیتونست ماشین ظرفشویی چیه. بعد کلی خندیدیم و اینا. بعد من یادم وقتی جهیزیه‌مو چیدم باباش اومد گفت اینجا کونگشاد خونه است. خیلی باباش بیادب بود. باباش یه آدم ساکت بود که اصلا حرف نمیزد، چون میدونست وقتی حرف میزنه فقط خشم و چیزای بد و وحشتناک میپره بیرون. و تو خونه‌شون هم با باباش خیلی دعوا میشد. بقیه جلوش سکوت میکردن، ولی به من که تیکه میداد تیکای اینجوری من سری جلوش در میآوردم و یه چیزی بهش میگفتم دعوا میشد یه هفته بعد. مثلا یه بار به من گفته بود که سلیقه نداری، مثلا حلوا درست کرده بودیم نمیدونم چی بود، من حلوا هم جوردم، گفت سلیقه نداری مثلا با یه چنگالی چیزی اینو چیز کنی. من براشون گفتم که برای من مهم نیست که حالا اینجا مسابقه نیست که مسابقه گذاشته باشم، حلوا داریم میخوریم، برای من همچین چیز اهمیت نداره. بعد گفتش که نمیدونم دختر فلانی دختر، همه‌اش هم مقایسه، یعنی این فرنگ مقایسه مسخره توشون بود که فلان دختره که مثلا یه دختری که اصلا قابل مقایسه با من نبود، یه دختر دهاتی مثلا در این حد، میگه فلانی مثلا اینجوری کرده، اینجوری ما رفتیم خونه‌شون اینجوری، کلا هم قپی، یعنی خودشون که هیچی بودن در مورد دیگران هم قپی میومدن که کلاس رو زدن برای ما. مثلا فلانی رفتیم خونه‌اش پیش ما نشسته بود، همش هم غذاش حاضر بود. من اول گزینه که به فکرم رسید غذا فریزی داشته بهتون میداد، یا اصلا غذا رو شاید از بیرون گرفته ریخته تو ظرف. وقتی همش پیش شما نشسته بوده خودتون دارید فهم میکنید یا قدرت‌های جادویی دارن مردم ما هم داشته باشیم. مثلا باباش سر اون که مثلا میگفت با چنگال باید این چیزو دیزاین میکردی، نه سالاد عروسمون سالاد بچینه ببینیم اینو چیدی، مثلا یه همچین وضعیتی داشتیم ما. و من تو خونه‌شون بودم فقط فکر می‌کردم کلفت گرفتن، همه ظرفاشون من باید میشستم، غذاهاشون من باید میپختم، اصلا مامانش پا رو پا مینداخت مهمون میومد چای نمیآورد برای مهمون، اصلا فکر می‌کرد کلفت خونگیش تو خونه است، دست به سیاه‌وسفید نمیزد. مثلا لباس پهن می‌کردن از من انتظار داشتن لباساشون رو جمع کنم. من خیلی حرصم میگرفت از این کارشون. حالا اون وسط مامان و بابای مذهبی من که تو عمر من نتونسته بودن منو چادری کنن، هیچ وقت چادری نشده بودم، گیر داده بودم به این سمانه رو چادری کن. یه دعوایی هم اضافه تر از طرف مامان بابام داشتیم، این همش دعوا میکرد و اصلا اختیار من رو کلا انگاری که مثلا من یه آبجکتم که اختیار من از بابام گرفته، اینا گرفتم اینجوری. مثلا من بودم بابات گفته باید چادر سر کنی، ما هم میگیم باید چادر سر کنی، تو باید چادر سر کن. بعد من بودم که نه کاری دارم به بابام نه کاری دارم به شما، من آدم مستقلم، هر کاری دلم میخواد میکنم. من خیلی مستقل بودم، من ماشین داشتم، برای خودم سفر میرفتم، برای خودم بانک میرفتم، برای خودم تو بورس سرمایه گذاری کرده بودم، پول در می آوردم، اصلا واسه خودم داشتم زندگی میکردم، اینو کاری نمیتونستم برای من بکنم. همیشه هم یه کارت داشتم که بابام بهش ماهیانه پول میریخت، اول ما پول میومد توی اون کارت، چه منتی داشتم. تا وقتی هم تو ایران بودیم اون کارت دست من بود، یعنی وقتی سر خونه زندگیمون هم رفته بودیم اون کارت دست من بود و بابای من به من پول داد. بگذاریم از اینکه چون بابام نیروی انتظامی بودن همیشه میرفتن تک اتکا، بعد واسه ما هر چی بود می‌خردم، مثلا یه گونی برنج، یه عالم مثلا گوشت، اینجور چیزایی، یعنی همه چیزای شوینده، همه چیزای خونمون رو بابای من می‌آورد می‌ذاشت در خونه، اینا کاری نمی‌کردن برای من. بعد اون جایزی هم که من چیدم فکر کنم مثلا فرش دستباف منو توی 1 ماه نشده فروخت، لپتاپ خرید باهاش. اون مبلی که مثلا من دادم کار دست و چوب و اینا، مبل و میز ناهارخوری و کمد رو ساختن. فکر کنم مثلا یه چوب خاص، مبلش از قم بود، توی مثلا نه که این بازار قم، نه مثلا توی یکی از این نمایشگاه زنبیل آباد یه مبلی رو پسندیدم، رنگی که خواستم، پارچه‌ای که خواستم رو دادم، اونو درست کردن، دوباره مثلا رنگ این
قهوه‌ای عسلی توری که بهش میگن مال چوب توسکاه، مبلو مثلا میز ناهارخوری 8 نفره و نمیدونم کمد و جا کفشی همه اینا رو از اونجا سفارش دادم یه رنگ بیاد. دوباره سرویس خوابم مثلا اومدیم تهران یافت‌آباد خریدیم، چه جهیزیه من بردم، بعد مثلا همه تیکا چوب بود، مثلا میگفتم اصلا MDF چیزی نباشه، همه چی چوب باشه. چقدر سنگین در اومد برامون. بعد اینا آخرش سر خونه تمام ترشون رو کردن که ارزون ترین خونه توی فاز 2، یعنی توی نقشه کاشان نگاه می‌کردی خونه‌ای که اونا خریده بودن رو لبه مرز بود، اون ورتاش دیگه بیابون بود. ته فاز 2 توی کاشان، یعنی بدترین جای کاشان خونه خریدن و من اون جایزه بردم تو خونه که همش هم استرس داشتیم دوز ند ببره. این جایزه من ارزش از خونه بیشتر بود. آخرش هم مثلا 2-3 دنگه اون خونه که مهریه من بود و ندادن بهم، شیک و مجلسی برداشتن. بعد من یادم اون موقع میگفتم بذار جهیزیه سبک بخریم، کاری که سر سیسمونی انجام دادم، یعنی سیسمونی رو نذاشتم سنگین بخریم که آخرش هم کمد و تخت و همه چی خریدیم، همه جور لباسی و همه جور عروسکی و اینا خریدیم. من گفتم سیسمونی رو واسه سنگینش نکنیم، به جاش مثلا پول بگیریم از بابا ماشینمون رو عوض کنیم، چون اون موقع یه پراید داشتیم که اونم از بابام گرفته بود، دوباره مثلا اون پراید رو دادیم پس به بابا، یه دونه تیبا ازش گرفتیم چون بابای من همیشه چند تا ماشین داشت. بعد فکر کن تازه اون پولی هم که دادیم به بابا، مثلا با اون پرایده و با اون هزینه مثلا گفتیم سیسمونی کمتر می‌خریم، باز اون پوله هم من یادم یه دستبند داشتم فروختیم دادیم به بابا، یعنی اونم از پول طلای خودم بود، نهایت مثلا 5 تومنشو اونجور کردم. بعد طرف سر کار نمیرفت، فکر کنم ما رفته بودیم سر خونه زندگیمون، این سر کار نمیرفت، یه وضعی مثلا اصلا نمیخواستن عروسی بگیرن. بعد من گفتم باید حتما عروسی بگیرید، اصلا نمیشه بدون عروسی بریم. بعد توی یه تالار خیلی داغون عروسی گرفتم با غذای داغون، پذیرایی داغون و من واقعا هیچ کاری به این کارا نداشتم، چون خب پول رو خودش داشت میداد و میدونستم پول نداره، چون باباش اصلا بعد از خونه دیگه هیچ ساپورتی ازش نکرد. بعد خونه هم که زد به نام خودش باباه، یعنی فکر نکنم به این بده هرگز. 2 دنگ خونه مامانشینم که به نام من بود، مهریم بود، اونم پس گرفتم به هوایی که داریم براتون خونه می‌خریم. رسما همیشه کلاه گذاشتم سرمون. بعد ما رفتیم سر خونه زندگی، من ارشدم لیسانسم تموم شده بود که چند ماه بعدش رفتیم سر خونه زندگی. اتفاقی که افتاد، من می‌خواستم ارشد ثبت نام کرده بودم ارشد بدم، نمیذاش درس بخونم. نه روز آزمون ارشد گذاشت من برم ارشدمو بدم، همش هم حرفش این بود که تو ارشد بگیری فکر میکنی از من سری و دیگه از من حساب نمیبری، و چون نذاش ارشد بگیرم خب من گفتم خب بس برم سر کار. رفتم دانشگاه کاشان با کلی زور و بلا توی آزمایشگاه شروع کردم کار کردم که اونجا مثلا حقوق درستابی نمیدادن. من تمام آزمایشگاه رو یه جورایی داشتم تدریس میکردم دانشگاه کاشان پیش استاد فتاح، از آز منطقی بگیر الکترونیک همه چی، رسما همه آزمایشگاه برق و کامپیوتر رو داشتم تدریس میکردم. بعد باورتون نمیشه این چه بلایی سر من می آورد. من بعد صبح میبردم ایشونو میذاشتم مدرسه چون هنوز سرباز معلم بود، میدویدم رفتم دانشگاه، از دانشگاه برمیگشتم خونه غذا میپختم، خونه رو مرتب کردم تا برم برش دارم بیام. فکر کن مثلا رسما کارگرش بودم. بعد میگفت تو اگه بخوای بری سر کار ولی غذا درست نکنی، آشپزی نکنی، خونه رو تمیز نکنی، کار خودتو نکنی، نمیخوام بری سر کار، اجازه نمیدم بری سر کار. و همش هم سر همین کار رفتنمون دعوا داشتیم که یه بار من زنگ به پلیس گفتم آخه بیاید من از دست این نجات بدید. گفت مشکلتون چیه و اینا. گفتم من میرم دانشگاه کاشان سر کار، این نمیخواد بذاره من برم سر کار. و پلیس میگفت بابا همه از خودشون خانمشون برن سر کار، نمیذاره تو بری سر کار، دیوانه است. خودش هم که سر کار نمیرفت، خودش هم که حقوق نداشت. ما نمیدونم از کجا از آب و هوا داشتیم تغذیه میکردیم. من یادم بعضی وقتا وقتی حامله بودم واسه 1 کیلو گوشت گریه میکردم تا بره بخره، و بعضی وقتا مثلا به مامان باباش یا مامان بابای خودم میگفتم من باردارم، گوشت توی این خونه نیست.
واسه یه میوه خریدن انقدر منت میذاشت، مثلا 70,000 تومان میوه خریدم. یه میوه بیشتر نباید تو خونه باشه، حروم میشه، شکمو اگه باز کنی یه دریاست. و خود غالب خودش تو خونه سیب زمینی بود. بعد به من میگفت مثلا من اصلا عادت ندارم سیب زمینی بخورم، الان اینجا من از سیب زمینی بدم میاد، اصلا عادت به سیب زمینی نداریم ما. خوراکمون گوشت، واقعیت تو خانواده ما گوشتخواریم. مثلا مامان من میگه غذا اگه گوشت نشه باشه چیه، برنج نباشه، نون نباشه، فقط گوشت باشه. خیلی وقتا مثلا فقط مرغ خالی ما میخوریم یا گوشت خالی میخوردیم، غذای ما خورش گوشت بود یا آبگوشت بود، اینجور چیزا. ما کربوهیدراتی نبودیم تو خانواده‌مون. مثلا چون مامان من معلم بود میخواست مثلا سر پا باشه و اینا، میگفت میرم مدرسه باید جون داشته باشم، کربوهیدرات هم بخورم چاق میشم. بیشتر مثلا سبزیجات میخوردیم و گوشت. تو خانواده اینا اصلا خود غالب سیب زمینی، تخم مرغ، پیاز، اونایی که میشناسنشون میدونن. اصلا برای من رطوبت این اصلا نمیتونست قبول کنه. من نمیتونستم با این زندگی کنم، این نمیتونست قبول کنه. اینجوری شد که سالی یه بار بابای من یه گوسفندی میگوشت، نصف گوسفند رو فقط میداد به ما که مثلا من صدام در نیاره که چرا گوشت تو خونه نیست، دعوامون نشه. یا خودش از مثلا فروشگاه اینا هر وقت گوشت و مرغ میدادن میداد به ما. گذشت آقا بعد از یه سال نشده بود که رفتیم سر خونه زندگیمون، گفتش که مهاجرت کنیم. منم اولش یه ذره دوده بودم، گفتم آره مهاجرت کنیم، به خاطر که خب بیزینسمون که کار نمی‌کنه، تو هم که سر کار نمی‌ری، پاشو بریم مهاجرت کنیم. شروع کرد تافل خوندن. یعنی دیگه سر کار هیچی نمی‌رفت. قبلا پروژه‌های کامپیوتری انجام میداد، الان دیگه هیچی رسما. واسه یه استاد تو دانشگاهش پروژه انجام میداد، اونم انقدر سر این کلا میذاشت دستکار رو میفروخت 20 میلیون به این 1 تومن میداد. این از 0 تا 100 هم خودش هزینه میکرد. 1 سالم طول میکشید تا این دستکار تحویل بده، 1 تومن میگرفت. اصلا حساب کتاب پولیش داغون بود. بعد مثلا توی بیزینس همش میگفت حلال حرام دروغ نگین، اینم کار حلال باشه فلان باشه. من یادمه یه بار یه 3D پرینتینگ مثلا اسلایسی وقتی سربازی آموزشی بود به من سفارش داد، چون گوشیش دست من بود. من رفتم به رقیبش، مثلا به شرکتی که 3D پرینتر داشت، پرینتر سه‌بعدی داشت، اونو دادم. مثلا 150 شده بود، من از بابا 300 گرفتم. اومد 100,000 تومنشو پس داد به بابا. 100,000 تومن. میگفتش که تو نباید بیشتر 50 تومن برمی داشتی. بعد مثلا ساعت کاریشو حساب میکرد، میگفت ببین من روی این پروژه 20 ساعت که بیشتر وقت نشد. دهنت سرویس، 1 سال توش نشستی 20 ساعت وقت گذاشتی، دیوانه‌ای به خدا. بعد انقدر مجانی واسه این اون کار میکرد، اصلا من منطق مغز اینو نمیفهمدم. بلد نبود پول بگیره، مثلا طرف آخر سر که پروژه تموم شده بود، یه تومن برش میریخت. بعد اینم زبون نداشت که مثلا بگه این 1 تومن کمه، فقط زبونش واسه زن و بچه‌اش دراز بود. همه میگفتن این پسر پیغمبره، چقدر مجانی داره کار میکنه برای ما. ولی واسه زن و بچه‌اش همیشه پول نداشت. بعد من یادمه مثلا پولامو اون سال جمع کرده بودم که وقتی تافل میخونه، مثلا من از کادوهایی که مثلا تولدامون اینا 1 تومن از این 1 تومن از اون تو تولد مثلا کادو گرفته بودم، جمع کرده بودم. گفتم خب باشه تو تافل بخون، این 3 تومن مثلا اون موقع مثلا نزدیک $1000 میشد، چون دلار 3 و 4. گفتم با این 3 تومن حالا فعلا زندگیمون رو میکنیم، خود برنامه‌ریزی میکنیم و اینا، تو فعلا تافل رو بخون. 5-6 ماه تافل میخوند تا بالاخره رفت تافل داد، شد 89. بعد اون پوزیشنی که من گفتم تو تافل بخون، من برات اپلای میکنم. اون تافل بخونه، من اپلای کنم. دلیل اینم که من تافل نخوندم و من اپلای نکردم این بود که میدونستم اگه من پذیرش بگیرم دنبال من نمیاد، چون من اصلا ارزشی نداشتم. من مثل بچه بودم، مثل بود که مثلا من بگم من میخوام برم ارشد بخونم، میگفت تو ارشد بخونی که از من بری بالاتر. مثلا من بودم خب بذار من اپلای کنم دکترا بگیرم. میگفت تو که سی وی نداری، تو که کاری نیستی. من سی ویم قویه، دستگاه میسازم فلان میسازم. لامصب معدل 14 تو دانشگاه آزاد با 12 ترم لیسانس گرفتی، من حداقل بیشتر خوندم، معدلم هم از تو بهتره. ولی این همش این تفاهمو به من داده بود که من پذیرش نمیگیرم، من نمیتونم فلان. منم قبول کرده بودم و اصلا پیش خودم میگفتم 1% فکر کن تو پذیرش گرفتی، این فکر می‌کنی دنبال تو راه میفته بیاد بشینه تو ارشد بخونی. مثلا آمریکا که دیگه همراه حق کارم نداره، باز کانادا و مثلا انگلیس و اینا. ما اولش فقط واسه آمریکا اپلای می‌کردیم،
سال اول فقط آمریکا و کانادا اپلای می‌کردیم که خب مثلا کانادا ارشد اپلای می‌کردیم، آمریکا دکترا چون فقط لیسانس داشتیم دوتامون. بعد چون دوتامون فقط لیسانس داشتیم ارشد بعد می‌خوندیم کانادا و دکترا میشد مستقیم توی آمریکا خوند که بعداً فهمیدیم اینجا هم دکتر مستقیم میشه خوند که ثبت نام کردیم. و کاری که من میکردم توی زمینه 3D پرینتینگ به تمام استادای دنیا مثلا توی گوگل اسکولار سرچ میکردم و ایمیل میزدم. برام مهم نبود این طرف کجاست، گفتم این اگه پوزیشن داشته باشه وقتی هم داره مستقیم داره هی پیپر چاپ میکنه یه پوزیشنی داره دیگه، حتما ای داره. خلاصه ماجرا من این کارو مثلا شروع کرده بودم. توی آمریکا یه پوزیشن گرفتیم که اونم پسرعموش اصلا یکی از دوستاش براش گرفت اون استاده رو. قرار شد که فول فان بود، قرار شد که بریم آمریکا، پس بریم سفارت. کانادا من براش چند تا پوزیشن گرفتم، 2 تا پوزیشن، شاید 4-5 تا پوزیشن براش گرفتم. یکیشون مینیمم تافل 91 میخواست، آخر 89 شد، دوباره شروع کرد تافل خوندن، دوباره تافل بده. یکی دیگه 92 میخواست، اون 91 رو که میخواست دیگه رد شد، تایمش گذشت، به اون 92 رسیدیم، به ددلاین رسیدیم. همه به معدلش گیر میدادن، یعنی خیلی ریز ریز رد میکردن بعضیا چون معدلش پایین بود، مینیمم 15 توی کانادا. خلاصه ماجرا اون یکی هم رفت 90 شد به جای 91 یا 92 که میخواستیم. و توی اون تایمی که باید میشست تافل میخوند یه کارای مسخره میکرد، یه کار مسخره. مثلا من جمع میکردم میرفت خونه مامانم که این تنها باشه تو خونه راحت درس بخونه، یهو میبینم همه رفیقاش خونمونن، اصلا نمیدونی چه وضع. آها بعد اون اوایل تافل خوندنمون یه بار که حالا با هم خوابیدیم، بعدش به من گفت من شک دارم که نکنه تو باردار بشی، این سری مطمئن نیستم، مثلا یه سوتی داده بود دیگه، یه قرص اضطراری بخور. و من چون قرص اضطراری ما روشمون طبیعی بود، خریتمون این بود که روشمون طبیعی بود، روش جلوگیریمون، من چون قرص اضطراری ماه پیشم خورده بودم و همین اتفاق افتاده بود، گفتم ببین این ضرر داره، اینو هر ماه نمیشه خورد، چرا حواست رو جمع نمی‌کنی فلان و اینا. گفتم من نمیخورم، من خودم خیلی بچه دوست داشتم، یعنی همش بهش گفتم یه بچه داشت، واسه همین چون خیلی بچه دوست داشتم و اون موقع مثلا شدید مثلا جو بچه و اینا منو گرفته بود، من نمیخورم. و گفت ببین ما الان داریم اپلای میکنیم تو پروسه اپلای متافل و اینا داریم میدیم، چیزه سخته با بچه، نمیشه مهاجرت کرد با بچه و اینا، بخور این قرص استرول. من گفتم ببین من احتمال نمیدم که باردار باشم، به خاطر اینکه این تایمی نیست که من فرتولایز باشم، تایمی نیست توی اون 14 روز قبل از پریود بعدی نیست. اینم از کدوم رفرنس میگفتم؟ از رفرنس خودش میگفتم، یعنی خودش میگفت من حساب کتاب کردم امروز نیست، در صورتی که بعد من خودم که حساب کتاب کردم بود، ولی اون داشت میگفت امروز نیست. نمیدونم چرا اینجوری میگفت، چون همیشه ما روی کلندر میزدیم، روی تقویم میزدیم، ولی نمیدونم چرا این اشتباه رو به ذهن من رسون، گفت امروز نیست. که بعد رو گفتم ببین بودا، مثلا یه هفته بعدش گفتم ببین این بودا، گفتش که ببین دیروزش نبوده چجوری میشه امروزش باشه. گفتم خب به یه روز میرسه دیگه، چقدر تو خنگی، دیروزش نبوده دلیل میشه که امروز نباشه توی اون تایمه، اون 7 روزه. خب من فکر کنم چون دیروزش نیست امروز هم نیست، یعنی یه منطق بیخودی آورد. واسه همین من دارم شک میکنم که اصلا احتمالاً دلش میخواسته که من بچه داشتم، چون نارسیسیستا اینجوری هستن که یه چیزو دو پهلو به تو بگن. مثلا میگن بیا بریم سفر، بعد میگن که ببین من دلم به سفر نیستا که تو اصرار کنی. من چجوری میگم یه بیا بره، یه با پا پس بکش، با دست بس بکش، با پا پس بزنی توشون هست. یعنی هیچ وقت مستقیم نمیگم من دلم بچه میخواد، حتما تو رو یه وضعیت قرار میگم تو فکر کنی خودت این تصمیم رو گرفتی. مثلا هرگز به من نمیگفت برو سر کار خرج منو بده، میشه گفت تو خونه بشین. یه کاری میکرد که من مثلا با ذوق برم سر کار، که من از این اجازه گرفتم، این به من اجازه داده برم سر کار که وقتی از سر کار اومدم موقعم بدم دست آقا. این چی دارم میگم؟ واسه همین الان که به قضیه فکر میکنم، وقتی 2-3 ماه این ارور رو داشته میداده و هی به من میگفت من حواسم هست در صورتی که من همیشه حواسم بود، اون میگفت تو حساب نکن من حواسم هست، منظورش این بود که میخواسته
من باردار بشم. بعد که باردار شدم گفتش که خب دیگه نمیتونیم مهاجرت کنیم. بعد من اصرار که نه، چه اشکالی داره، اینم میبریم با خودمون، بچه‌مون هم میبریم با خودمون، اصلا باید بازم مهاجرت کنیم. دوباره افتادیم توی پروسه مهاجرت. کانادا که همه پوزیشنامون سوخت، آمریکا هم رفتیم سفارت و اون ترامپ بن اومده بود و ویزای ما نیومد. یک ماه قبل از اینکه نسیم به دنیا بیاد، من چون دیدم دیگه خب گفتم بچه داره به دنیا میاد، باید بیمه داشته باشیم، هزینه داره دیگه، مثلا قبل نمیتونیم زندگی کنیم، با کلی زانویی و اینا یه دونه پوزیشن برنامه نویس فولاد امیرکبیر کاشان که بهترین شرکته توی کاشان از نظر حقوقی و مزایا و اینا پیدا کردم. یه پوزیشن پیدا کردم، آقا رو فرستادم اونجا سر کار. ببین چه حقوقی میدادن، یعنی ما با حقوق یک ماهش همون ارمنستان رو رفتیم و تازه کلی پولم اضافه آوردیم برگردونیم، مثلا یه $100 رو برگردوندیم از ارمنستان. باورتون میشه چه حقوقی؟ چقدر مثلا گوش میدادن، روغن میدادن، برنج میدادن، آجیل میدادن، اینو میدادن، ایدی میدادن، نمیدونم کارت هدیه میدادن. خیلی شرکت خوبی بود. ما که رفتیم ارمنستان 2-3 ماه شده بود که آقا رفته بود سر کار، از شرکت فولاد اومد بیرون. به چه بهونه‌ای؟ من پروژه های دانشگاه مونده، همونا که یه تومن سالی میگرفت، پروژه دانشگاه مونده. الان اگه ویزای ما بیاد من چجوری اینا تحویل بدم؟ گفتم بابا ویزات نیومده، همه دارن ریجکت میشن، اگه ریجکت شد چی؟ ویزامون نیومد، از شرکت اومد بیرون، بی پول، بدبخت، بدون مثلا چی، بدون بیمه. منم از این آدمای هرس خور، استرس بگیر، نمیدون چه شب و روزایی داشتم. فکر کنم مثلا نسیم رو بغل میکردم، فقط گریه میکردم. بعد اون موقع چون هنوزم میگم یک ماه قبل از اینکه نسیم به دنیا بیاد رفت سر کار و بیمهش هنوز رسم نشده و من بیمارستان دولتی زایمان کردم و چه بیمارستان افتضاحی، چون اصلا یعنی 100 تومن پول تو حسابش نبود که من و نسیم رو ببره بیمارستان. بابای من پول ترخیص بچه رو داد و بعدش این رفت مثلا از طریق بیمه تکمیلی که وضع شد پول ترخیص بچه رو گرفت و مثلا داد به بابام پس، یعنی که خود بابام رفت پیگیری کرد پول رو پس گرفت. ولی من از اولش میگم یه پولی داشتم که نه اون 3-4 تومن رو وقتی فهمیدم باردارم گفتم ببین این 3-4 تومن کنار، من میرم بیمارستان خصوصی، من نمیتونم جون خودم و بچه‌مو بذارم کف دستم برم بیمارستان دولتی. بعد این تمام اون پول رو خرج کرد چون اصلا کار نمیکرد، پول تموم شد و قشنگ منو توی یه عمل انجام شده قرار داد. گفت اگه میخوای بری برو ها، اشکالی نداره. بعد من دیدم دست خالی، دستمو جلوی کی دراز کنم؟ این که اصلا پول نداره، چی نداشت، چی یعنی تو بگو 100,000 تومن نداشت. بگم نه دیگه میرم بیمارستان دولتی. بعد مثلا ذهن منو خودش و خانواده‌اش همش شستشو میدادن، تمام اخبار بدی که ممکن بود از بیمارستان خصوصی کاشان بدن میدادن. فلانی گفته زنم عفونت گرفت، فلانی گفته رحمشو من خراب کردم، فلانی گفته بچه‌مون فلان شده. بابا بیمارستان دولتی داشتن روزی یه دونه کشته میدادن، یعنی قشنگ من به مرگ رفتم اون دنیا برگشتم، از خونریزی شدید بیهوش شدم. بعد فکر کن توی زایمان طبیعی بچه من درشت بود، اینا بعد منو میبردن سزارین نمیبردن چون بیمارستان دولتی بود، اگه بیمارستان خصوصی بود میبردن. تقریبا 18 ساعت درد کشیدم، بچه‌م که به دنیا اومد خونریزی شدید گرفتم، بردنم اتاق عمل بیهوشم کردم، قشنگ به من 2-3 تا پاکت خون وصل کرده بودم. ببین قشنگ من مردم و زنده شدم، رفتم اون دنیا برگشتم صرفا به خاطر اینکه این آقا نمیتونست هزینه بیمارستان خصوصی رو بده و پدر و مادر من هم اصلا واسهشون مهم نبود، اصلا پیگیری نمی‌کرد. مامان من یه بار نیومد بگه تو کجا میخوای بری، کدوم بیمارستان میخوای بری، چیکار میخوای بکنی، هیچ، اصلا براشون مهم نبود. فکر میکردن که خب فهمونه همیشه کارشو خودش کرده، جایزه‌شو خودش خریده، جایزه‌شو خودش چیده، اصلا تشریف نیاوردن پدر و مادرم. خب بچه‌ش هم خودش عامل شده، همه دکتراش هم خودش تنهایی رفته. من یادم شکمم اینقدر بود به فرمون میچسبید، من میرفتم دکتر همچنان با اون پراید اولیه. من واقعا نمیدونم این خانواده من، خود من درست بچه بودم توی وضعیتی گیر کرده بودم که هم با خانواده‌ام رو درواسی داشتم، هم با خانواده‌ام منت می‌ذاشتن سرم وقتی بهم پولی چیزی میدادن، هم همسرم سر کار درست و حسابی نمیرفت.
مثلا بند نمیشد سر کار، میگفت استعداد من داره کشته میشه. گفتم استعدادت داره کشته میشه؟ مگه بچه‌ای داری میره اونجا بهترین کار رو میگیری؟ یعنی مثلا گفتم من 6 ماه اول تو نمیخواد کار کنی، فقط یاد بگیر. بدبختا گیر افتاده بودن. یعنی تو روحت مرحوم.